سلام و درود ما را بپذیرید بینندگان نهایت ارجمند. نخست بخش مشورت پسیخولوژی است که طریق برنامه صبح دوشنبه منظورتان می‌گردانیم. تماشابینان عزیز، بخش مذکور فراگیر مسائل مشکلات‌های پسیخولوژی جامعه میباشد که راه‌های پیشگیری و حل آنها را طریق متخصصان سوای پسیخولوژی پیشکشتان می‌گردانیم. تماشابینان عزیز، راوی بخش سعید ابراز سعیدی هستم و مهمان نخستین ما هستند استاد پروفسور دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی بیبی حفیظه مجیدووا. معلم عزیز، شما را خوش آمدید میگویم و اینجا چون نظام بخش آن مشکلات‌های پسیخولوژی که جامعه را به تشویش انداخته است در این بخش و بخش‌های من بعد پیشنهاد می‌نماییم و شما همچون متخصص ساحه و بینندگان عزیز ما رهایی از آنها را پیشنهاد می‌نمایید. امروزها مادران جوان بزرگسالان دائما شکوه برانند که چرا کودکان نوزاد خیلی ناآرامند و کدام عامل‌ها بر روحیه کودکان نوزاد تاثیر رسانیده می‌تواند. در حقیقت در جامعه معاصر این چیز نو نیست. گویا که کودکان چند سال آخر به دنیا آینده دائم از جهت پسیخولوژی ناآرام هستند، یعنی کم خواب میکنند، بسیار گریه میکنند، خیلی برمحل هوشیار میشوند و میخواهند به معاشرت مناسبت به آدمان گرد و اطراف داخل شوند و به تشویش آمدن والدان این به سبب نیست. باید تاکید کنم که در همه دور زمانها تولید کودک سالم به حالت سالمی روانی جسمانی مادر زیچ علاقمند بود هست و میماند. به هر یک ما معلوم است که ما سال 2020 را همچون سال پر تهلکه، پر از ترس و وهم پس سر کردیم. شاید من همین وهم، ترس، حالتهای روانی که مردم نسبت بیماری کرونا ویروس اثر گذراندن با کودکان هم تاثیر رساند. امروز از تحقیقات‌های علمی، از برنامه‌های تلویزیونی، کانال‌های گوناگون برمی آید که حتی طبیبان در تشویش هستند که این بیماری به تولید من بعده کودکان تا چه اندازه تاثیر می‌رساند. سلامتی روانی جسمانی آنها به تا چه اندازه تاثیر رساندنش ممکن است. اگر ما عین زمان حاضر رو گیریم، در حقیقت کودکان خیلی ناآرام هستند. نباید ما فراموش کنیم که حالت روانی مادر سلامتی کودک در بطن او بوده را معین میکند. حتی به قریبی گواه یک دلیل شدم که وقتی که زنان دو جان سخت گریه میکنند، راههای نفس کشی کودک در بطنش بوده هم آسیب میرساند و من همین شادی، غم و اندوه، خرسندی، حالتهای گوناگون ایموشنالی که مادر اثر میگذراند به حالت روانی کودک، با انکشاف جسمانی در بطن وی بوده تاثیر خود را میرساند. نباید ما فراموش کنیم که ما در عصر زندگی داریم که تمام وسایل اخبار عموم به حالت روحی روانی ما تاثیر میرساند. بسیار مادران حالت خود را به حساب نگرفته کوشش میکنند که ساعتهای طولانی در نزد تلویزیون نشسته فیلم های بسیار سریعی تماشا کنند. بعضا وقت به خود امکانیت میدن فیلم های رو تماشا کنند که پر از ترس و تهلکه هست، جنگجوی هست، کشتار است و حساسیت را بیدار میکند. به واسطه همین حالت ها نیز به سلامتی کودک در بطن مادر بوده تاثیر میرساند و مادر باید کوشش کند که در دوام حامله‌داری خود محیط سالم پسیخولوژی را خودش تامین کند، چون که سالمی کودک این پیش از همه به سالمی مادر به سالمی کودک زیچ علاقمند می باشد. چون که وقتی که کودک از جهت پسیخولوژی آسیب دیده به دنیا میآید، شاید که من بعد در وی نقصان ها در انکشاف هم به وجود آید. این بازداری انکشاف عقلانی، سست شدن عضوهای شنوایی، سست شدن عضوهای بینایی و از همه بدتر باز آسیبیابی عضوهای تکیه‌گاهی حرکتی کودک هم شده میتواند که این میتواند سبب زهرآلود شدن از خوراکی های کهنه شده، از گس ها، از هر گونه مثلا خوراک‌های کهنه شده و غیره ها بودنش ممکن است که من بعد برقرار کردن سلامتی کودک برای مادر، برای اهل خانواده خیلی دشوار می‌گردد. ما نباید فراموش کنیم که من حاضر وقتی که ما در کوچه، در خانه، در جایهای جمعیتی
با آدمان دوچار میشویم از 3-2 نفر حتما در دست خود تلفن های موبیلی دارن. من این تلفن های موبیلی هم با رشد روان کودک تاثیر خود را رسانده میتواند اگر وای از معیار زیاد استفاده برده شود. اینچنین محیط سالم پسیکولوژی عائله هم خیلی مهم است. ما عادتا حساب میکنیم که جنگ و جنجال های عائلوی به کودک دخل ندارد. من همین جنگ و جنجال های عائلوی، خشونت، زوراوری نسبت همدیگر، زوراوری در فیلم ها نیست بر روحیه کودکان تاثیر رسانده می‌باشد، به سالمی روانی جسمانی آنها آسیب رسانده میتواند. معلم عزیز میگفتید که عادت و عنعنه ها یعنی رسم و آیین های ملی به حفظ مادر کودک نقش داشته میتواند؟ البته خود علم و دانش این نتیجه تجربه اندوخته انسانیت در دوام حیات بسیار هزار ساله خود است. خلق برای حفظ مادر و کودک عادت و عنعنه، رسم و آیین، مراسم های را کار کرده برآمده است که ارزشمندی آنها محض در تجربه زندگی قبول شده است. ببینید در مردم تاجیک بسیار عادت و عنعنه ها هست که آنها افاده‌گری کودک دوستداری خلق ما را نشان میدهند. بسیار مفهوم های هست که بی‌عدالتی را نسبت زن دو جان اوبال حساب میکنند. قانع نگرداندن طلبات زن، در تنهایی موندن، اون بابای دوغ زدن، بعد نسبت او یگان عمل ناروا را مناسب دانستن همچون اوبال حساب کرده می شود. چون که همه این با آن روانه کرده شده است که حالت روانی جسمانی مادر و کودک محافظت کرده شود. حتی بعد تولد کودک بسیار عادت و عنعنه های هستند که محض به محافظت سلامتی روانی جسمانی مادر کودک روانه کرده شده است که مثلا از معیار زیاد ترسیدن ممکن نیست تا شیر ترسیدگی رو کودک نوشیده ناآرام نشود، غذا گرفته، بعد طلبات های مادر رو به خوراک سرغذا تامین کردن تا که برای کودک غذای سالم از شیر مادر به جسمش وارد شود. بعد محافظت کردن کودک در 9 روز اول به دنیا آمدن، چون که از نگاه پسیکولوژی این دوره خیلی مهم می باشد. گفتم ممکن است که یک بحران است. برای چی؟ برای اونکه وقتی که کودک به دنیا می آید از محیط آبی همچون موجودات بیولوژی از مادر جدا شده و به موجودات اجتماعی مبدل می شود و در این دوره به او لازم می آید که همه برانگیزنده های بیرونی رو به واسطه خود قبول کند. گرمی هوا، صداها، بعد رنگ و تابش های گوناگون، حتی من همین قپیدن و پیچاندن و به گهواره خواباندن و برداشتن آبازی دوراندن، همین ها برانگیزنده های هستند که کودک باید با آنها به تاثیر آنها مطابق شود. بنابراین هم رسم آیین های هستند که باید که کودک آرام باشد، مادر خسته نشود، خوراک سرغذا خورد، بغیر از این نسبت به وی مناسبت خوب کنند. ببینید کودکان ما گرچنده که معنای سخن را نفهمند هم وقتی که ما با آنها با آهنگ مهربانی، نوازش، دوستداری گپ میزنیم، گفتگو میکنیم، سرود الله میخونیم، آنها الله که همه این را همچون مناسبت مثبت ایموشنالی به خود قبول میکنن، روحیه آنها رو تغییر میدهد. چون که انکشاف جسم و انکشاف روح کودک در سن بروقتی مخصوصا تا 1 سالگی و تا 3 سالگی با همدیگر زیش علاقمند میباشد. بنابر همین همه وقت کودک همچون مقدسات در محیط خانواده احترام کرده می شود، منفعت های وی به حساب گرفته می شود، طلبات های کودک قانع گردانده می شود تا که کودک خود را همچون شخصی ارزشمند، همچون شخصی دلخواه، همچون شخصی که او را همه دوست می دارند احساس کرده تواند و من به چنین مهر و محبت و دوستداری رو به خود قبول کرده به دیگران نیز بازگشت کرده تواند. چون که اینستینکت دلبستگی یعنی مهر و محبت وابستگی به مادر،
با پیوندان با نزدیکان الک از نسل به نسل داده می شود و در وقت معاشرت مناسبت هر روزه وقتی بازی دوراندن، خوراک دادن، بازی کردن، صحبت نمودن، من می مهر و محبت دلبستگی افزون گردانده می شود که یگان مناسبت مهر و محبت رو جایش رو عوض کرده نمیتواند. معلم عزیز میگوید که کدام ارزش‌های خانوادگی با سالمی پسیکولوژی کودکان نوزاد تاثیر میرساند؟ پیش از همه مهر و محبت، صمیمیت، احترام همدیگر، دوستداری، نسبت به همدیگر غمخوری کردن، اینها ارزش‌های خانوادگی میباشند و باعث تاسف است که تا اندازه در زمان معاصر ارزش‌های خانوادگی سست شده ایستادند که این سبب‌های به خود خاص اجتماعی دارد. مثلا کودک در بطن مادر 9 ماه می ایستد، تولد می شود، گاه‌ها پدر به مهر و نوازش کردن امکانیت ندارد چون که در مهاجرت مهنتی است. مشکلات های روزگار امکانیت نمیدهد که مادر وقت زیاد خود را به نگاه بین و دوستداری کودک جدا کرده تواند. مادران جوان ما نه همه وقت سرود علم میخوانند برای فرزندان خود. برای آنها افضلیتناک است که کودک آرام باشد و یا به کار خانه روزگار اندرمان شوند یا با تماشای فیلم ها، خواندن مواضع از سامانه های اجتماعی. گاه‌ها خیلی افسوس میخورم که مادران جوان کودکان را روی به جانب کوچه به عربچه ها میشینانند و خود با یک دست عربچه را تیرت داده با دست دیگر مشغول تلفن هستند. خب میشد که انا همین وقت کودک رو چهرهش رو به سوی خود گردانده بعد به گفتگو مشغول شوند. یکی از دکتران مشهور امریکایی راس کمپل تاکید میکند که همه وقت به چشم فرزندان خود نگاه کنید تا که او در نگاه شما مهر و محبت رو بیند و شما هم او رو زیادتر دوست داشته توانید. و در حقیقت نگاه یک کان مهر است که آدم از طفلی تا بزرگسالی از آن بهره برداری میکند. خب میشد که مادران ما زیادتر به فرزندان مهر و محبت، نوازش، دوستداری رو میدادند. در نزد فرزندان نمونه عبرت میبودند. گاه‌ها می شود که مادران ما خسته می شوند از مشکلات های روزگار، از مهنت خانه، لیکن نباید فراموش کرد که خستگی ما برای کودک ارزش ندارد. کودک باید دائم داند که ما او را دوست می داریم. او برای ما یگانه است. او برای ما شخصیت ناتکرار است. برای چی نه؟ هر زمان کودک رو به آغوش گرفته به گوش وی آرامانه یک محرمانه پیچرا زده من تو رو دوست می‌دارم، تو شیرینک من، تو نغز من، تو عزیز من گفتن هم برای مادر گوارا است که او صمیمیت مهر خود را اظهار کرد، هم برای کودک گوارا است که وی خود را حفظ شده از عامل‌های تاثیررسان بیرونی حس می‌کند. او خود را ارزشمند، شخص ضروری حساب می‌کند. بنابراین من حساب می‌کنم که از خردسالی به کودک بخشیدن مهر و محبت، دوستداری آینده نه تنها سالمی روانی خود کودک است، سالمی روانی مادران شده می‌تواند. نگاه، آغوش گرم مادر، مهربانی، دوستداری، الله گفتن، به قلب خود زیر کرده او را نوازش کردن، خواهش طلبات او را قانع گرداندن تا که او حس کند که وی را همه دوست می دارد، مخصوصا مادر دوست می دارد و دائما در تلاش حفظ نمودن سلامتی روانی و جسمانی حیات زندگی کودک است. عالمی سپاس میگم به شما معلم عزیز که دعوت ما رو پذیرفتید و طول چند لحظه با ما و بینندگان عزیز ما یک غذای معنوی بخشیدید. عزیزان دل، فراموش نسازید که زندگی خود مهر است، محبت است، عشق است، دوستداری است، محبت بین همدیگر است. پس بیایید محبت بین همدیگری را خوب به راه مانده نگذاریم که آن مشکلات های پسیکولوژی با عائله ما راه یابند. بینندگان عزیز، خاطر رسان می نماییم که طول چند لحظه مهمان برنامه ما بودند استاد دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی، پروفسور بیبی حفیظه مجیدووا و اینجا با فرجام بخش مشورت پسیکولوژ می رسیم. بخش‌های دیگری برنامه صبح باشند ادامه دارند.